داستان ملا نصرالدین و دیگر همسایه. روزی ملا نصرالدین به در منزل همسایه‌اش رفت و از او درخواست کرد دیگی به او فرض بدهد. همسایه با روی خشکی را به ملا داد. چند روز بعد ملا دیگ را به همراه یک دیگ کوچکتر به همسایه بازگرداند. همسایه با تعجب پرسید چرا 2 دیگ آورده‌ای؟ ملا پاسخ داد دیگ شما در خانه ما وضع حرب کرد. شب شد و چند روزی گذشت. ملا دوباره به سراغ همسایه رفت و این بار از اون خواست دیگ دیگری به او فرض بدهد. همسایه با خوشحالی دیگ بزرگی را به ملا داد با امید اینکه دیگچه‌ای بزرگتر نصیبش شود. مدتی از ملا خبری نشد. او در خانه نشسته بود و در فکر بود. شب شد و روستا در آرامش کامل فرو رفت. روز بعد همسایه که نگران شده بود تصمیم گرفت به خانه ملا برود. وقتی به ملا رسید پرسید دیگ من چه شد؟ ملا با حالتی جدی گفت دیگ شما موقع وضع حمل در خانه ما فوت کرد. همسایه با عصبانیت گفت مگر دیگ میمیرد؟ ملا پاسخ داد همون روز که گفتم دیگ شما زایید چرا نگفتید دیگ نمیزاید؟ دیگی که میزاید حتما مردن هم دارد. و این از حکایت بسیاری از ما انسان ها. هر جا که به نفعمان باشد عجیب ترین داستان ها را باور میکنیم، اما کوچکترین ضرر را تحمل نمی کنیم. تا روایت بعد، بدرود.